الهی چه خبر؟ وای سیسی نگم برات، یه ماه نیومدی نمیدونی چه اتفاقی افتاده. دخترش میاد رفته دبی. من همون اول بهت گفتم این خرابه. مسعود حیف شد به خدا. دختره اصلا اصلا نباید لیاقت اونو نداشت. ای بابا. حالا شانس ما هرچی گشنه‌تر از خودمون میاد دورمون. میبینی تو دختره خدا؟ مردم میبینی چه شانسی داره؟ منیژه جون چای میاری واسه خانم؟ دختره رو میبینی اومده بلون خرابی کنه. آقا ناصر ناخن خیلی بلند دوست نداره. غلط کرده. من لابد طبق زیر سلیقه- سرش سوار شده. نه. به قورا شلوارش داره دوتا میشه. من دوستش دارم. عاشق مردونگیشم. ببین اصلا میاد بو گوه میده من باش کمربند میزنه. خاک تو سرت کنم. لیاقتت همینجور آدماست. ناصر اینو دوست داره. ببینم دوست داری چجوری در شیطونی یا چی؟ ببین اینا که چش همه در میاد انقدر نگاه میکنن. دیزاین چی بزنم؟ قلب میخوام برات. اینجا یه قلب اینجوری بکشم. یا بنویسم ناصر؟ چی کار میکنه اینقدر مواد پر و خوبه؟ خیالت راحت عشق. به من نگو عشقم لطفا. خیالت راحت مردی که خر. مجید اگه سلیقه داشت که تو رو نمیگه.